اندیشه را منظور شما میگردانیم. موضوع امروزه ما وحدت ملی است. در برنامه اشتراک دارند اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان استاد موسی دینارشویف. استاد به برنامه جهان اندیشه خوش آمدید. وحدت یکی از مسائل فلسفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. اگر ما به افکار معنوی هر یک خلق و ملت نگریم میبینیم که مسئله اساسی آنها به شمار میرود. یکی از اون جمله نیاگان ما به این مسئله اهمیت اولین درجه دادند. آنها نه تنها وحدت یک خلق و ملت را ترنم کردند، بلکه ایده به هم آمدن تمام خلق جهان را در شعرهای خودشان ترنم کردند. چنانچه سعدی بزرگوار می‌فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نام نهند آدمی. امروز که ما در آستانه جشن وحدت ملی قرار داریم، ما به برنامه جهانی اندیشه اکادمیک موسی دینارشویف را دعوت کردیم که درباره وحدت ملی و اهمیت تاریخی این وحدت به تماشابینان محترم فکر و اندیشه خود را ابراز دارند. استاد، پیش از همه میخواهیم که درباره همین مفهوم وحدت ملی و اهمیت تاریخی همین وحدت به تماشابینان محترم و فکر خودت را ابراز دارید. تشکر. سوال بسیار بجاست، چون که مسئله ملت یا مفهوم ملت معناهای گوناگون دارد. در ابتدا مفهوم ملت به معنی اتحاد مذهبی و دینی استفاده می شد. ما اگر تورات و انجیل را از نظر گذاریم، در اونجا همین مفهوم ملت به معنی اتحاد دینی و اتحاد مذهبی استفاده می شود. در زبانهای اروپایی مفهوم ملت فقط در عصر 18 تغییر معنی کرد و در برابر وحدت دینی و مذهبی معنای اتحاد اجتماعی را هم به خود کسب کرد. فقط در عصر 18. بنابراین در لغت‌هایی که در زبان‌های اروپایی نوشته شدند از عصر 18 به این جانب این مفهوم به همین دو معنی استفاده می‌شد. در زبان ما هم و در زبان عربی هم مفهوم ملت از ابتدا به معنای وحدت دینی استفاده می‌شد، وحدت مذهبی استفاده می‌شد. در قرآن مجید و در دیگر منبع‌های دینی همین مفهوم به همین معنی اتحاد مذهبی و دینی استفاده شده است. در لغت‌هایی که در زبان فارسی و در زبان عربی نوشته شده‌اند تا ابتدای عصر 20 فقط یک معنی مفهوم ملت آورده می‌شد، یعنی معنی اتحاد مذهبی. فقط از ابتدای عصر 20 از سالهای 20 عصر 20 این مفهوم به مثل زبان‌های اروپایی معنی دوم را هم کسب کرد و به معنی اتحاد اجتماعی نیز استفاده کرده میشدگی شد. ما اگر به همین لغت‌هایی که در زمان ما نوشته شدند، در زبان تاجیکی فارسی نوشته شدند نظر اندازیم، می‌بینیم که حقیقتاً مثلا فقط از ابتدای عصر 20 این مفهوم معنی نو پیدا میکند و به مثل زبان‌های اروپایی هم در مورد اتحاد دینی و مذهبی و هم در مورد اتحاد اجتماعی استفاده می شود. در مورد همین وحدت ملی بسیار اندیشه های عمیق بیان میکنند. سببش چیست؟ برای چی به این مسئله دقت جدی داده می شود؟ یکم، به وحدت ملی به معنای وحدت اجتماعی شکوفایی کشور را تامین کردن ممکن نیست. بله استاد.
شکوفایی دولت، شکوفایی ملت، شکوفایی کشور فقط در صورت تامین کرده می شود که همه افراد ملت یک تن و یک جان باشند و از یک گریبان سر برآورده برای شکوفایی و پیشرفت کشور خدمت کنند و غیرت نمایند. فقط در همین صورت می تواند کشور پیشرفت داشته باشد. دوم، به وحدت ملی ما نمی توانیم رشد و کمال همه جانبه فرهنگ را تامین کنیم. فقط وحدت ملی است که می تواند شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی فراهم بیارد برای رشد و کمال فرهنگ. و از طرف سوم وحدت ملی هر یک ملت اهمیت بین الخلقی هم دارد. وحدت ملتی که به وحدت نآمده است، ملتی که در راه شکوفایی و آبادانی کشور کوشش نمی کند، ملتی که در مورد رشد و کمال فرهنگ خودش غیرت به خرج نمی دهد، این گونه ملت در عرصه بین الخلقی آبروی اعتبار زیاد پیدا کرده نمی تواند. بله استاد. بنابراین به همین سبب هایی که گفتم، البته این وحدت ملی در همین شرایط فعلی تاریخی اهمیت بسیار مهم پیدا می کند. از طرف دیگر ما جهت چهارم مسئله چند سال پیش، یعنی تخمینا 10 سال پیش از جنگ شهروندی، از گیردارهای شهروندی آزاد شدیم و بنابراین ضرور است که در مدت‌های دور و دراز برای تحکیم وحدت ملی به خاطر شکوفایی وطن، به خاطر آبادی وطن، به خاطر تأمین اجتماعی اهالی کشور، به خاطر رشد و کمال فرهنگ کشور غیرت و کوشش به خرج دهیم تا اینکه به شاهراه بزرگ تاریخ وارد شده در قطار ملت‌های متمدن و ترقی کرده جهان به سوی آینده روان شویم. در همین به دست آوردن وحدت ملی عامل سیاسی بسیار اهمیتی بزرگ دارد. یعنی مثلا وحدت همه رکن‌های دولت و دولتداری. بله استاد. در شرایط حاضره که رکن‌های دولت و شاخه‌های گوناگون جدا شدند، اگر در بین رکن‌های دولت اتحاد وجود نداشته باشد، این نااتحادی، این ناسازگاری به پایان انتقال می‌یابد و ملت را پراکنده می‌کند. این دلیل‌های بسیار در این باره آوردن ممکن است. مثلا من همین گیرودارهایی که در اوکراین وجود دارند، یا اینکه گیرودارهایی که در گروزیا وجود دارند، در گرجستان وجود دارند، یا اینکه این گیرودارهایی که در قزاقستان، در قرقیزستان تا به نزدیکی وجود داشتند، نشان می‌دهند که اگر در بین رکن‌های دولت، مثلا حکومت اجرایه، حکومت قانونگذار و قانونبرا، حکومت اجرایه، حکومت قانونگذار و حکومت سودی، اگر اتحاد کامل، یگانگی کامل وجود نداشته باشد، همین نااتحادی باعث اختلاف ها و ناسازگاری ها در بین عامه می شود. بنابراین تأمین یگانگی سیاسی عامل اساسی وحدت ملی است. به همین منظور این را هم در نظر داشتن در کار است که مثلا در زمان حاضره در تاجیکستان حزب‌های گوناگون سیاسی، تشکیلات‌های گوناگون سیاسی وجود دارند. البته هر کدام اونها برنامه‌های خودشون را دارند، لیکن صرف نظر از اینکه برنامه‌های خودشون را دارند باید در بینشون یک توافق باشد تا اینکه طرفدارهاشون هم در توافق بیایند. تا اینکه به سبب اختلاف‌هایی که در بین این حزب‌ها با وجود میاد، در بین ملت، در بین عامه، در بین قوم تاجیک اختلاف با وجود نیاید. بنابراین
در این مورد این مسئله هم یعنی اتحاد حزب‌های سیاسی و تشکیلات‌های سیاسی برای اتحاد ملت و خلق تاجیک اهمیت اولین درجه دارند. باید که راهبرهای حزب‌های سیاسی همین چیز را خوب درک کرده توانند و برنامه‌های آنها هم استاد باید برای همین انکشاف همین ملت باشد. باید همین گونه باشد. خلاف این نباشد. من با برنامه‌هاشون شناس هستم و میدونم که در بین برنامه‌هاشون ضدیت‌ها و اختلاف‌های جدی وجود ندارد. در همه برنامه‌های حزب‌ها هم همین مسئله درک شده است که اونها غیرت به خرج می‌دهند که وحدت ملی باید برقرار باشد و آبادی و شکوفایی وطن و کشور و دولت باید که در برنامه‌های اونها در مد اول باشد. الیت ملی همون گروه راهبران ملی هستند که اداره حاکمیت دولتی رو در تاجیکستان به عمل میبرند. مثلا اونهایی که در هیئت حاکمیت اجرایه هستند، اونهایی که در هیئت حکومت قانونگذار هستند، اونهایی که حکومت سودی را به اجرا میرسانند، همه همینها در مفهوم الیت ملی داخل میشوند. لیکن البته خود الیت ملی میتواند طبقه های گوناگون داشته باشد. سرور همین الیت ملی البته پرزیدنت کشور است. مثلا رحمانوف همچون یکی از سیاستمدار پخته در سطح جهانی شناخته شده است. بله استاد. برآمدهایی که امام علی رحمان در سازمان‌های با نفوذ جهان انجام داده است، او را همچون سیاستمدار پخته شناختند. بله استاد. از طرف دیگر مثلا همین نقش رحمانوف همچون یک نفر که در هیئت الیت ملی داخل می شود در به دست آوردن وحدت ملی بسیار بزرگ است. این ما صرف نظر کرده نمیتونیم. رحمانوف امام علی شریفویچ از همون 16 شورای عالی که سال نوامبر 92 در خوجند برگزار شده بود، اعلان داده بود که من برای شما صلح می آورم و تا اون دمی که یک نفر تاجیک در مهاجرت است من آرام نمی ایستم. حقیقتا هم به همین وعده وفا کرد و در راه صلح ملی به دست آوردن وحدت ملی خدمت‌های بسیار بزرگ انجام داد. بله استاد. در مورد گفت و شنیدهایی که در برقرار کردن صلح ملی سهم داشتند در مرحله‌های سازنده و حل کننده به واسطه خودش اشتراک کرد و الیت ملی ما در مورد تحکیم وحدت ملی، به دست آوردن وحدت ملی، برقرار کردن صلح ملی سهم بسیار بزرگ دارد. یعنی نقش الیت ملی در تحکیم وحدت ملی بسیار کلان است. بسیار کلان است، بسیار بزرگ است. استاد، عامل‌های اقتصادی اجتماعی وحدت ملی خودی اصلا ملت وقتی که درباره ملت تعریف میدن میگن که ملت اتحادی تاریخاً برقرار شده است که در زمینه یک حدود معین، اقتصادیات معین، بازار یگانه ملی و زبان، شعور ملی، مدنیت ملی و این چنین در وقتهای آخر میگن دولت ملی با وجود میآید. بنابراین اگر مسئله همین گونه باشد، البته وحدت اقتصادی، مقرر شدن شکل‌های متمدن اقتصادداری برای وحدت ملی اهمیت بسیار بزرگ دارند و حیات اقتصادی، پیشرفت حیات اقتصادی باید شرایط مساعد و شرایط
سزاوار زندگی شایسته بودن رو تشکیل کند. در موردی که رشد اقتصادی شرایط سزاوار حیات انسانی را تشکیل میکند، انا در همین مورد اقتصادیات در وحدت ملی سهمی بسیار زیاد میبازد. بنابراین در مورد برنامه‌ریزی کردن ترقیات اقتصادی جامعه همین جهت مسئله باید به نظر گرفته شود، چون که تاریخ نشان میدهد که در موردهایی که حیات اقتصادی پست میرود، سطح اجتماعی زندگی پست میرود، در جامعه